سلام، امروز میخوام 0 تا 100 چیزایی که یه معلم سال اولی روز اول مهر باید بدونه رو بهتون بگم که روز اول مهر راحت باشید. ببینید این نظرات منه، برای همه نسخه نمیپیچم، ممکنه به دردتون بخوره، ممکنه هم نخوره، میتونید هم استفاده کنید، میتونید هم ایده بگیرید. مورد اول، هر حرفی که شما سر کلاس روز اول مهر به دانش آموزا میزنید تا آخر سال تحصیلی روشون تاثیر داره. پس بدونید که چجوری با قدرت وارد بشید. مورد بعدی اینه که شما هر قانونی که میذارید سال اول روز اول مهر باید تا آخر 9 ماه تحصیلی بهش پایبند باشید، چون دیگه دانش آموز اینجوری روتون حساب نخواهد کرد. مورد بعدی اینه که شما روز اول مهر نیاز نیست همه چیز رو شجره‌نامه‌تون رو با جزئیات برای دانش آموزا بگید. همین که مقطع تحصیل تو کارشناسی هستید، کارشناسی ارشد هستید و بگید و فامیلتون رو تخته بنویسید کفایت میکنه تا بعد ظرفیت کلاس دستتون بیاد ببینید آیا اضافه تر میتونید بهشون بگید یا نه. کلا هم لزومی نداره. مورد بعدی اینه که شما هر حرفی سر کلاس میزنید اینو بدونید که والدین دانش آموزا، اداره آموزش پرورش، اداره کل، معلم، یعنی همون همکاراتون، مدیر و همه این حرفو میشنون. پس خودتون بسنجید، قبلش فکر کنید ببینید این حرفو باید بزنید یا نه. هر حرفی رو فکر نکنید فقط داخل کلاسه. اینو گفتم بهتون بگم. مورد بعدی اینه که حتما روز اول مهر جدی ظاهر بشید. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه شما هنوز نمیدونید کلاس چجوریه، جوش چجوریه، ظرفیتشون چجوریه. اگه اول با لبخند و نمیدونم مهربون بازی وارد بشید، بعداً سوار سرتون میشن مطمئنا و بعداً به دردسر و مشکل داستان میخورید. مورد بعدی اینه که شما اول مهر خیلی جدی وارد بشید. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ظرفیت کلاس رو شما نمیدونید و بعد میتونید تغییر موضع بدید. اول جدی وارد میشید، ظرفیت بچه‌ها، ظرفیت کلاس، جو مدرسه دستتون میاد و بعد میتونید تغییر موضع بدید و مهربون بشید و از حالت جدی بودن یکم کم کنید. مورد بعدی اینه که لازم نیست شجره‌نامه دانش آموزا و پرونده‌شون رو برید مطالعه کنید. بذارید بدون پیش‌فرض ذهنی باشون آشنا بشید. به مرور زمان که باشون آشنا شدید با خودشون، بعد میتونید برید معدلشون، پرونده شخصیشون، همه اینا رو بررسی کنید. پس روز اول مهر به هیچ عنوان معدل دانش آموز، شغل پدرش و شجره‌نامه‌ش رو نمی‌پرسید و پرونده‌اش هم بررسی نمی‌کنید. بذارید ذهنتون خالی بمونه، پیش‌فرض ذهنتون خالی بمونه و درست جلو برید. اول مهر با اعتماد به نفس کامل وارد کلاس میشید. چرا؟ چون تو رو نمیشناسن و حتی اگه اعتماد به نفس کاملا نداری یا توش مشکل داری، حفظ ظاهر کن، به خاطر اینکه خیلی تاثیر داره تو روند کارت توی 9 ماه تحصیلی. حتی اگر سابقه ای نداری، یعنی قبلا هم هیچ سابقه ای نداشتی ولی تو 4 سال دانشگاه فرهنگیان درس خوندی یا لیسانس گرفتی 4 سال، اگر ماده 28 آزمون استخدامی باشی، من سابقه ای ندارم چون تو کارورزی رفتی، میتونی بگی که بله من قبلا سابقه داشتم، کارورزی رفتم و اینجوری والدینی که دوست ندارن دبیر بچه‌شون سال اولی باشه و فکر میکنن کم تجربه است، یه ذره دلگرم‌تر میشن. دانش آموز جماعت کلاً به خاطر مشغله‌های ذهنی که داره خیلی ذهنش درگیره و خوبی و بدی و زود یادش میره. پس تو قوانین خودتو داشته باش، روی طناب لغزان دانش آموز راه نرو، چون اون خوبی و بدی رو یادش میره. تو هر قانونی که گذاشتی رو به اون عمل کن و تغییرش هم نده. اینجوری عواطف خودت هم درگیر نمیشه. سعی کن با همه دانش آموزای کلاست، حتی کسایی که این آخر میشینن و پیدا نیستن، آی کانتکت داشته باشی، یعنی ارتباط چشمی. روز اول خیلی مهمه که با همشون ارتباط چشمی بگیری و با تک تکشون ارتباط برقرار کنی، اسمشون رو بپرسی و قوانین کلاستو بگی. اگر سعی میکنی که هم مهربون باشی هم جدی و عذاب وجدان بیاد سمتت، بدون که تو به مرور متاسفانه شکسته میشی و پیر میشی. چرا؟ به خاطر اینکه عواطفت بر قوانین تاثیرگذار میشه و اون موقع هورمونات به هم میریزه و متاسفانه محیط خیلی بدی رو برای خودت میسازی. پس بهتره که قاطعانه هر تصمیم میگیری تا آخر پاش وایسی و اگر دانش آموز حتی با تو بد شد، با تو بد رفتار کرد، چون اون اقتضای دانش آموز بودنشه، از اون قوانین کوتاه نگیری. مگر اینکه خب دانش آموز تغییر موضع بده و تو بخوای قوانین تو
مثلا حالات متعادل‌تر کن. در مورد غیبت‌هاشون میتونی یه کاری انجام بدی. مثلا بگی که من آخر ساعت ازتون خلاصه اون روز رو میخوام و برای هر خلاصه نمره در نظر بگیری و این نمره رو حتما وارد کارنامه کنی که حرف الکی نباشه. اون موقع کسی غیبت نمیکنه یا اگه غیبت کنه کمتر غیبت میکنه ولی حواسش به درس هست و میره تکالیفش رو انجام میده. پس یه راهی که داری اینه که قوانین تو قاطعانه بیان کنی ولی تغییرش ندی مگر اینکه ظرفیت کلاس اینو ایجاب کنه. اگه سوالی داری برای روز اول مهر یا معلم سال اولی هستی حتما برام کامنت کن یا این ویدیو رو بفرست برای کسایی که معلمن یا سال اولشونه. حتما کامنتاتون رو جواب میدم. چنل منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فشار بدید تا اگر ویدیوی دیگه گذاشتم یوتیوب شما رو با خبر کنه. ممنونم ازتون. خدافظ.